سلام، آدینتون بخیر. امروز یه کتاب رو تموم کردم که فکر نمی کردم اینقدر بتونه با دلم راه بیاد. اسم این کتاب 4 میثاقه. 4 تا جمله ساده ولی از اوناییه که اگه باش بشینی یه چیزایی رو توی ذهنت جابجا میکنه. یکیش اینه که همه چیز رو به خودت نگیر. ما خیلی وقتا توی این فکر میفتیم که چرا اون فرد این رفتار رو کرد، چرا این حرف رو زد، نکنه با من مشکلی داره یا هر چیز دیگه ای. ولی این کتاب از دون میگه رویز میخواسته که کتاب رو خیلی پیچیده نکنه، با قلم ساده خودش یه سری نکات رو بهمون میگه که اگه گوش جان بهش بسپاریم خودش بلد کار خودش رو بکنه. خواستم این کتاب رو باهاتون شریک بشم و احساس کردم که ممکنه هممون به اینجور کتابای نیاز داشته باشیم. لطفاً اگه خوندینش بهم بگین که بیشتر از همه از کدوم یکی از میثاقاش خوشتون اومده. موفق باشید.